در پیشگیری سطح اول نیز مثل پیشگیری ابتدایی یا پیشگیری آغازین هدف اینه که اگر من فرد سالمی هستم همچنان فرد سالمی بمونم و از بروز بیماری در من پیشگیری بشه. مثالی عرض می کنم خدمت شما. من تصمیم میگیرم به عنوان یک فرد غذاهای سالمی بخورم. من به عنوان یک فرد تصمیم میگیرم که روغنهای سالمی رو در سوپرمارکت تهیه بکنم. من به عنوان یک فرد تصمیم میگیرم که روزانه نیم ساعت ورزش و فعالیت جسمانی داشته باشم. من به عنوان یک فرد سالم تصمیم میگیرم که سیگار نکشم و اگر سیگار میکشم اون رو ترک بکنم. من به عنوان یک فرد تصمیم میگیرم که استرس هام رو مدیریت بکنم، چون میدونم که استرس، تنش‌های عصبی هم یکی از عوامل خطر و علل بروز بیماری ها در من میتونه باشه. بنابراین اگر بخوام خلاصه بکنم، در پیشگیری اولیه هم من به عنوان یک فرد هنوز بیمار نیستم و میخواهم که از بروز بیماری در خودم جلوگیری بکنم. لازم میدونم که اضافه کنم که در پیشگیری اولیه وقتی در سطح جامعه میخواد انجام بشه، مهمترین رکن و مهمترین ابزار آموزش بهداشت یا همون آموزش سلامت به تک تک افراد جامعه هست تا آگاهی کافی داشته باشن و رفتار خودشون رو رفتار سالمتری و انتخابهای خودشون رو انتخابهای سالمتری برگزینن.